سلام برای وقتی گنگ، حالتون چطور؟ شاگرد هستم. خوش اومدید از چنل من. بچه ها روزانی با ویدیو جدید جذاب دیدنی و هیجان انگیز از بازی جی تی کلوب. بچه هم روزانی با قسمت جدید از مسابقات جی تی کلوب. امروز امیدوارم که از بازی لذت رو ببرید. اگر بازی نکردید لینکش رو زیر میذارم و بازی رو نصب کنید و لذت کافی رو از این بازی هم ببرید. و اینکه بچه‌ها یادتون اگه قبل از اینکه سراغ ویدیو چنل رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید و اینکه لایک کامنت فراموش نشه. و اینکه بریم سراغ بازی هیجان انگیز از جی تی کلوب. بچه‌ها اینجا میبینید که ماشین من مازدا تیری 2018 هستش که ویدیو قبلی هم بهتون گفتم. و اینکه بچه‌ها این از نمای نیم رخش و این هم از نمای تمام رخ که الان بهتون نشون میدم. بله بچه‌ها این عقب ماشینه، این هم روبروش و این هم بغل‌هاش و تایرهای لاستیک. من ماشینم به این شکل زیاد اسپورتش نکردم. و اینکه بریم سراغ بازی. خب بچه ها امروز مسابقات آزاد میخوایم انجام بدیم، 2-3 دور. و اینکه بریم سراغ مسابقات آزاد. خب بچه ها با مینی کوپه داریم، کوپه اس که بچه ها ماشینش رو میبینید به رنگ بنفشه و این از مازدا تیری ما که خیلی رنگ قشنگ داره، رنگ قشنگی داره خلاصه. و اینکه بریم سراغ این بازی. بله بچه ها خب من میکروفونی رو از تست کنم صدا رو میگیره. بله بچه ها خب بریم سراغش. بله برو. بله بچه ها خب میبینید که خیلی قشنگ اولین بازی رو بردیم و خیلی سریع و راحت و دیدنی که بچه ها میبینید که با امیرعلی داشتیم و بچه اسمم شار گیمینگه. و اینکه بچه ها حتما کانال دنبال کنید. و بچه من در 529 ثانیه این بازی رو بردم و امیرعلی در 303 هزارم ثانیه برد. بله بچه ها خب بریم سراغ ادامه بازی. خب بزنیم ادامه. بله بچه ها خب اینم دوباره میزنیم ادامه. مسابقات آزاد آماتور. و دوباره بچه ها با مازدا تیری داریم، عین خودمون، ماشین خودمون مازدا تیری 2018 است. ما رو اونم 2018 هست بچه ها که بچه ها اون یه خورده قشنگ ترش کرده ولی من هنوز دستش نزدم. گفتن که تایرها و چیزای خودش خوشگل تره که بچه ها میدید واقعا خوشگله. خوشگل نیست به نظرتون؟ فقط باید یه خورده چراغاشو فقط ارتقا میخوام بدم، ماشینو خیلی نمیخوام چیزش بدم. مثلا میبینید که اصلا از نیترون استفاده نمیکنم، استفاده خاصی خیلی از نیترون ندارم چون ماشین خودم خیلی قویه. ارتقاش دارم یه چند دوری، موتور و گیربکس و بدنه و اینا رو ارتقا دادم که میبینید بچه ما تو 105 ثانیه بردیم ولی حریفمون تو 805 ثانیه برد که بچه ها خیلی عدد خوبیه با ماشین عین خودت بجنگی. و اینکه یعنی بچه ها ماشین عین خودت دوئل داشته باشی و تو برنده بشی. خب بچه ها بریم سراغ ادامه بازی. یک دور دیگه بچه مسابقات آزاد. مسابقات بچه به این شکل مسابقات محلی داره، مکانیک داره، مسابقات پلکانی، مسابقات روزانه و اونم که مسابقات بین شهری هستش. بریم سراغ بازی آماتور. بچه امروز با بنز A 250 داریم، یعنی مسابقه با بنز A 250 هستش که بچه بنز هم میبینید که خیلی خوشگله واقعا. بچه واقعا بهترین ماشین، بهترین شرکت به نظر من بنزه. درسته بوگاتی هم هست ولی بچه واقعا از لحاظ خوشگلی و مثلا کیفیت ماشین من واقعا بنز خیلی دوست دارم. BMW هم دوست دارم ولی بچه بنز واقعا یه چیز دیگه است. واقعا بنز خدایی قبول نداریم، مثلا بنز اس 500، بنز مثلا جی کلاس، مثلا بهترین ماشینا قشنگترین شاسی بلند و بنز زده که بچه خیلی ماشین خوشگلیه که اگر شد بچه بازیشو پیدا میکنم براتون حتما بازی میکنم که ببینید. بچه اونایی که جی کلاس رو ندیدن حتما ببیننش و اینکه خیلی خوبه. فکر کنم بچه با 206 توربو داشتیم اگه اشتباه نکنم. این بازیمون با 206 توربو هستش. آخه 206 و مازدا تیری اصلا خیلی چیزه، خیلی فراوونه دیگه، یعنی فراتر از اون چیزی که فکرش میکردم افتاد. خب بچه ها بریم سراغ این بازی. بد نبود شروعمون، عالی دعوت کردیم
خیلی زود زنی بچه دنده دومو. اصلا 200 بچه معلوم هست، به خدا که معلوم نیست. خب بچه بریم سراغش. بله این مسابقه هم خیلی زود بردیم، اصلا خیلی زود از اون چیزی که فکرش میکردیم. با داش احمد فکر کنم اسمش بود. بله بچه ها بردیم که این هم بچه ها یه جریمه خیلی مختصری داشت برامون. خب بچه ها بریم که سراغ ارتقا که ببینیم من چه ماشینم و چه جوری ارتقا دادم. خب بچه ها نیترو رو ارتقا نمیدیم، خب بدن رو ارتقا نمیدیم، موتور رو باید ارتقا بدیم. موتور ارتقا میدیم به ساعت 3 میبریم، یه ارتقا دیگه هم میدیم که به ساعت 4 بره. خب بچه دیگه پولی نداریم که بخوایم خرج به ارتقا کنیم. و اینجا بچه ها اینجوری که داریم میبینید توربو من 2 ارتقا دادم، نیترو 2 ارتقا دادم، موتور 2 ارتقا دادم، گیربکس 2 ارتقا دادم، تایر یه دونه، بدن هیچی، و اینکه این تیک هم هیچی بچه ارتقا ندادم. توربو فقط 2 تا دادم، موتورم که 3 تا شد. خب بچه ها این از این ویدیو بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیو بعدی پیس.